عبدالرحیم دنگور 14 ساله خانه پدریش را در پایتخت فرانسه کنار گذاشته به شهر شمالی لیل کوچ بست تا تحصیلش را در مکتب میانه اویراس ادامه دهد. دنگور همراه خواهرش محصل بزرگترین مکتب خصوصی اسلامی در فرانسه است. عائله دنگور در لیل اتاق را اجاره گرفته برای نگاه و بین نبیره ها مادر کلانشان را به این شهر سفر بر کردند. ماه دکبر سال گذشته حکومت فرانسه سرمایه گذاری دولتی این مکتب را که سالانه 2 میلیون یورو را تشکیل میداد باز داشت. به قول مقامداران مکتب اویراس به اصول دنیوی نظام معارف فرانسه جوابگوی نیست. از احتمال بسته شدن مکتب اویراس نگران هستم، زیرا برنامه تحصیلم را کشیده اما میخواهم آن را بدون مشکلی با دولت به انجام رسانم. بعد از یک عده حمله های خارجیان و ستیزجویان محلی، پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون تعقیبی به اصطلاح جدای خواهی اسلامی و اسلام افراطی را در فرانسه اعلان کرد. ماکرون ادعا دارد که اسلامی ها برنامه درازمدتی برهم زدن نظام جمهوری فرانسه را طرحریزی کردند. پیش بینی می شود که به این وسیله تأثیر خارجی به مسلمانان فرانسه کاهش خواهد یافت، اما مادر دنگور به این گفته ها مخالف است. به فکر من مکتب اویراس به کشورمان، به دانشگاه ها و مکتب های دیگر کمک زیاد می رساند و بسته شدن آن با سبب های غیر قابل اعتماد یک شرمندگی است. پرزیدنت فرانسه اتهامی در انزوا قرار دادن مسلمانان این کشورها قبول ندارد و اصرار می‌ورزد که در جامعه فرانسه مسلمانان و دین اسلام جایگاه خود را دارند. در صحبت با خبرنگار ریترز کمش 4 نفر از والدان و 3 دانشمند فرانسوی تأکید کردند که به احتمال زیاد اقدام پرزیدنت ماکرون نتیجه برعکس خواهد داد. به قول آنها محدودیت‌هایی که حکومت جاری کرده است تحصیل مسلمانان را در نظام معارف فرانسه دشوارتر و در دراز مدت نجات این گونه مکتب‌ها را زیر سوال می‌گذارد. مکتب اویراس امسال از حساب خیرخواهان محلی 1 میلیون یورو جمع کرده است، ولی ثبت نام داوطلبان تحصیل که سال گذشته به 800 نفر برابر بود تا 500 کس کاهش یافته است. J'insiste effectivement et on insiste souvent sur l'enseignement du fait religieux. ما زیاد تأکید میکنیم که تعلیم دین برای درک نمودن فرهنگ به ویژه سرچشمه آن، فهمیش متن‌های ادبی و نقاشی‌ها مهم است. این آثار زیر تأثیر دین ایجاد شدند. اگر ما تاریخ دین یهودی، نصرانی و اسلام را نآموزیم، این کمبودی احساس می شود. در پاسخ به سوال ریترز وزارت معارف فرانسه گفت که در بین مکتب‌های مذهبی فرق نمی‌گذارد و اجرای قانون برای همه واجب است. در فرانسه با نظرداشت قانونگذاری اصول دینی از حیات جمعیتی، مکتب‌های نصرانی، کاتولیک و پروتستان و یهودی از سرمایه‌گذاری دولتی بهره مند می‌باشند. حکومت فرانسه در سال 2004 پوشیدن حجاب را در جایهای جمعیتی منع کرده، محصلین مسلمان و به ویژه دختران را با انتخاب دشوار روبرو کرد. در فرانسه تخمیناً 6 میلیون و 600 هزار پیرو دین اسلام به سر میبرند که 10% اهالی این کشور را تشکیل داده، دومین و بزرگترین دین بعد مذهب کاتولیک دین نصرانی به شمار می رود.